شاکر استاد. نظارت کنشگفته استاد چی باشه؟ همین یک تش نشدگی بس سر باشد تاقی بسیار البته دیگرش یادیم سر گفته دو سر مایدانش کلش کنم نگذاریم تو محبت قربان سیل شود. با عشق و محبت صمیمی ما می توانیم سیل را برهم دهیم. زنده باشید. نیست بکسید. تشکر زیاد دوستان عزیز برای تقدیم دستگل زیبا با بانو زینورا پوراد و من از وکیل پارلمان جمهوری تاجیکستان استاد جمشید مرتضی خواهش می‌کنم. Спасибо тебе, дорогая, за участие. Браво, молодец. تشکر زیاد همیشه صداتون خسته نباشد. حسن تو خوش شدی. تشکر جان. سلام باشید. جان دوستی عزیزی سلام باش زنده باش روزی یک در صحیفه های اجتماعیش همه دوی توفر سلامت باشه من نیستم فقط خلاص روزی یک در شبکه های اجتماعیش دائما این هم رنگی ما سفیر است و البته به مخلصانش هر باری برآمد کرده گفته نیست زنده باشید روزی بگوشیم سلامت باشید زنده باشید برامد یک بار بیایید خط زند قامت زند همین بیایید گفتم بعد آمدن در کردن بیایید جمشید یه حریم دوستان یک قرصنگ بزنید کجا؟ استاد یک چی گپ داشتم بازی من همون پایان با همین که جستجو کردم نیستیم استاد یک گپ همین حافظا همه سرود خونده ایستادن همش خوب بود یکی بین سرود به همین کلمه های مثلا بیماری سیل پیشگیری این خیلی چیزا نیست اما ما چون خلاصه با آمدیم استاد ما چون خلاصه با آمدیم که همین شما جای حجوی ها و یک تا سرود میخونیم استاد این آوازا سوریشه میه آوج در حیات همه سرود خواندگی نه پریمیره ده زاغ در گلدشت بلبل خرتر میکنه استاد ما بسیار تازه آزاده مدسستر گفتگی یک زنکه دختورم زوره خواهری شلخت میگوید مثل حرکتی همون باید به حجره بیمارا با میدارد دستش همه گرادستیک منه سبتارا منه میدادود برو آمده میرود بعد از 15 دقیقه هر روز نگاه کنم در آمد هم تو گریفت 36 از آن یک شگرد 45 شعبه احیای حیات تیار کنید تمام باید ماموران دختر باید با بیمار چی بسید آرام زمیر خان آرام من باید قنچای مرانش کرم باید کتی کرم بیمارا
بیمارخانه هم نگاه کنید بیمارخانه درباره در بزرده عزیزان یک چی میگم یک قبولگاه بستادیم اون بیمارخانه قبولگاه بستادیم یک تقریبا 35-40 سال زن دستش به یورگک پیچ کودک این خیلی آمد ایستاد من خواستم مرحمت شنید گفتم 6 نشست این فکر ایستاده است هر یک قبولگاه به نگاه کنید ترازو های برای کودک برکشتن ترازو های من نمیدونم ولی زنک چی با اونجا بخیز همین زنهای تاجیک لاگی که تام با حیران میشم این فکر ایستادگی زن یک بار خیزو رفته ترازو با فکر مانده نگاه کنشنه اونجا هنگی باید نتسستره چی گفت باید ترازو و حیران خواهرم اینجا ترازو کلام های بولی هوای به شما برایی وزنتون میدونید که بعد جمع و طرح میکنیم کودک وزنش میبراد گفتم آمد این زنه که تاجیک گپشه مینه ما امه شو اینا سامی فهمیده میگیرید بخدا باور کنید یک جا به تولد خانه داشت کودک تولد میشه پدر مادرش خدا نخواهد این روزه دوست بود از هر کودک تولد دستش خیلی خانه به میبیارن یک ماه پدرش نگاه کنه دست میخواه گفت از دکتری منطقوی اجازه و اچاسکوی اجازه اینجا به یک بار بینه چی کودک چی به دستش میخواه خب خلاص اینجا دکتر میاد خانه رو نگاه میکنه کودک در حقیقت ولی مشکل میخواد دست میخواد ولی میدوند ولی منطقوی که ولی میدوند که زن و شوهر دوستی رو ساعتی تلاش میگه ولی دست همیشه پرتو راست ساعت قبل است نگاه کنم انگشتری نکشیم کارا بینید بنابراین عزیزان یک چی میگویم بیماری سیل اکنون این بیماری رفیقا یک چی گفتم نکن اما فهم کرده ساده کرده مردم با فهماندن در کار که این تبابت می شود او زمانه های بود که آیله میرزا کریم با دخترش کسلی سیل اول آیله هیچ کسی کلی نمی کنیم این وقتا گذشته رفت بیماری سیل تبابت شونده روزی از رسا من همین خانه من به زنک چی میگوید مردن شما آخرین وقتا من با عموما مهربانی نکرسادید نگاه نمیکنید من گفتم که من زنکی شودار به نگاه نمیکنم طوری گفتم نمید عزیزان من از بین شما به کارمندای تیپ بسیار هستین اینجا من نگاه کنم این طرف و این طرف و مردهای هم نشستیم ما مردها در خانه هستن نفرهایی که خانه شما بسیار عزت و اکرام میکنن زوجشون نمیترسن و حرمت میکنن نه ما هم از همون قبیل باید دیگر رفیقه ما باید همین خیلی اما هم بطر باید لیکن ما دوستا کم موندیم باید همین حیات عجایب باور کنید من بسیار میخواهم که یک سه گفته باشم عزیزان از این پایان بسیار حافظا زیاد هستن راستی سرود میخواهم که ما برامدش وقتی صحبت کرده حجمی میکنیم که همین یک چیز من به سوال جواب دادم یک سوال برای خود من همینجا نشستم همه نشسته است همین تالاری ما با حاضر نگاه کنید زن بسیار می مرد بسیار می سوال زن بسیار زن آتش خانه زن هستی ما هستیم زنها از اینه که دوال نفکشه جنت کنید اگر ما نبیاریم زنها شما خود نرویتون وقتی کلی شده عروض شده میبیتون 35 کیلو 40 کیلو وقتی رفتون تا با 80 تگه شده شما همین از کجا ما آوردیم ما نبیاریم نمیشم من همین دوشنبه و قریبی یک کوچه و چهار کوچه رو استادم حقانی زنهای دوشنبه وزیر خوشرو ماشین های خوشرو که میگردن خنداشو نزنن همین خیلی یک زنک اومد ماشینش ماشین دوه وی ماشین دوه من آپی رندم آپی نمیسا ساختگی پدرش وی ماشین آق کردی ما بام دلی باید همین نگاه میکنم همین خیلی سنده است وی یالمانگی من گفتم عروس بیم گفتم که یالمانگی هم گپی زور زد و عروس منو تو وی مردک باید بعد هوای من هم موسیقی همین خیلی باور کردم که همین خیلی حیات همین خیلی بزرگی خوب شوخی میکنیم البته دوستان عزیز ارجمند من درباره دکتر یک چی گفتنی هستم طبیب در همه حالتها طبیب پهلوی مردم هستیم روز نگاه کنید ناموسته طبیب زن باشد مرد باشد در تمام گوشه و کنار یک دیه های دوردست پر نگاه کنید طبیب بیچاره شب نه روز نه یک دعوت میکند زنگ میزند برآمده میرود از این خاطر من به همه شما عزیزان گفتنی هستم وقتی هراس گذشت اکنون ما و شما اگر در خویشاوند ها همسایه ها همکارا یک نشانه میده‌ترین بیماری سیل اگر پای بردیم پس باید که ما توصیه دهیم که به متخصص مراجعت کنند نه هراست چون که امروز سیل تبابت شونده است بیایید کمک دوستان عزیز جامعه ما را از این بیماری
پاک میسازیم. سلامت باشید، زنده باشید، همیشه در نمونتون خنده باشد. تشکرهای زیاد. Хатоев, ташаккури зиёд. Як савол доштам. Як бора аз саҳна берун нашавед. Майлаш. гӯш кардам, Саломат бошед. бениҳоят хуб баромад кардед. ҳамин шикоятатон зиёд буд. Зан гуфтед. О як гуфтани дигар аст акои Мухимҷон. Чи бошад? ҳамин як ташнашудагӣ бас сар бошад тоқи бисёр. Албатта. Дигараша ёбед. Сар гуфтеду сар мойдонашай калашай хонам. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд мегам. دارد سرود چی بود؟ Нест бод сил. مرحبا Артисты таджикской эстрады Зайнура Мулодова, Рузибеки Файзали, Хабиб Хакимов, Нози Каруматло. Ваши бурные аплодисменты. Браво! Спасибо вам, ребята.